امروز میخوام براتون آموزش یه سیب زمینی، املت سیب زمینی بذارم. اول تابم قشنگ خوب چربش میکنم. الان سیب زمینی رو میذارم. سیب زمینی یه تفش میذارم سرخ بشه، بعد برمیگردونیم. خب الان میذارم اون تفشم سرخ بشه. 4 تا تخم مرغ تو کاسه جدا میشکنیم، فلفل سیاه، بعد نمک بهش اضافه میکنیم، خوب هم میزنیم. مرغا رو بهش اضافه میکنیم، یکم نمک، بعد پنیر پیتزا بهش اضافه میکنیم، بعد کالباسا یه طرفش میریزیم، تا میکنیم چند دقیقه که تا پنیرش آب بشه. سرخ شد، برش میگردونیم که پنیر داخلش خوب آب بشه. یه ذره کره من دوباره اضافه کردم که خوب سرخ بشه. این از نتیجه کار.